علی بلال هر سال در حال پیشرفته. رایان تری قهرمان سال گذشته است، اومده که از عنوان خودش دفاع کنه و تکرار کنه. بله، رایان تری به دومین قهرمانی مصر المپیایی خودش رسید. رایان فوق‌العاده بود، بالاخره دومیشو گرفت و تونست دفاع کنه. علی بلال خیلی خوب ظاهر شد. علی بلال این پسر فوق‌العاده است، نشون داده که پیشرفتش مثال زدنیه. سال توی مسابقات نیویورک و پیتسبورگ هر دو قهرمان شد. یکی از بهترین فیزیکا کماکان در حال پیشرفت. این بهترین جایگاه برای علی بلال. علی بلال دوم شد. بچه‌ها توی همچین لایناپی 64 تا ورزشکار بودن. تبریک به رایان تری، تبریک به علی بلال. پرچم علی بلال و افغانستان کامل بالا رفت با این حرکت. فوق‌العاده بود. علی بلال میتونست قهرمان شه، رقابت خیلی نزدیک بود بچه‌ها. علی بلال پکیجی که توی فینال